رادیو داماش صدای شما. مختاری قربانی داخل محوطه به ارسال بلنده. سعید طالبی ضربه سر اول که فرصت خط زدن گل. همین ابتدای کار. داماش 1-0. همین ابتدای کار. ضربه شروع مجدد عالی داماشی ها با پاس علیال کثیر به گل میرسه. میلاد پورصف شکن نخستین گل این دیدار در دقیقه اول به ثمر رسید. سعید طالبی سریع نزدیک میشه به میلاد پورصف شکن. حالا ارسال داخل محوطه. یک ضربه سر مختاری و گل دوم. داماش 2-0. 6 دقیقه 2 گل. با تمرکز عالی داماشی ها به یک ضربه شروع مجدد، ضربه سر دیدنی کاپیتان محمد مختاری ما رو به گل دوم میرسونه. حالا زده میشه ضربه پنالتی و مرکز دروازه داماش بازیش 2-1 میشه. گل اول استقبال احمد به ثمر میرسه. سعید طالبی با زانو علیال کثیر تکزن. سعید طالبی سعید طالبی ایراد فوتبال شکن دومین گل خود در این دیدار به ثمر میرسونه. عدد عالیه سعید طالبی. نیمه اول داماش به گل سوم میرسه. برتری 2 گل حداقل چیزی که حق داماش است در این بازی. یه پاس پشت مدافع میلاد پورصف شکن تک به تک با دروازه یه ضربه چیپ و گل چهارم. هتریک میلاد پورصف شکن حساب کار گل 4-1 میکنه به نفع داماش. پاس جلوی عالی علیال کثیر باز هم پاس گل میده و میلاد پورصف شکن حساب کار 4-1 میکنه به نفع تیم داماش. سعید طالبی پشت توپ ببینیم این ضربه کنه چطور زده خواهد شد. بلند هست محمد مختاری ضربه سر و گل پنجم. باز هم محمد مختاری گل میزنه. داماش به عدد مورد علاقه خودش در تعداد گل ها میرسه. 5-1 داماش از نماینده اهواز پیش هست. محمد مختاری گل پنجم و دومین گل محمد مختاری داماش رو با اختلاف 4 گل پیش میندازه. یه واسه حساب احواز پاسش خوب نیست بین راه. عباس کندر باز هم تو به قطعیت دونده بازیگر امروز. عباس کندر تو رسوده و علیال کثیر و گل سوم. بالاخره زهر خودش رو میریزه علیال کثیر. گل ششم داماش 6-1. گل زیبای عباس کندر. گل نزد اما پاس گل داد بالاخره عباس کندر. علیال کثیر بیشک یکی از بهترین بازیکنان امروز تیم داماش بود. رادیو داماش .ir